روز چهارشنبه 27 ایون دیگو مارادونا گفت که حالش خوب است. یک روز پیش اثنای قوه آزمایی دسته‌های فوتبال ارژانتین و نیجریه در چارچوب جام جهانی فوتبال او ابتدا با اشاره‌های ناجا به نوار گرفته شد. در شبکه اجتماعی اینستاگرام مارادونا نوشته است که حالش خوب است. با قول رسانه‌ها روز سه‌شنبه بعد از پیروزی خیلی هم دشوار ارژانتین بر نیجریه در شهر سنت پترزبورگ، مارادونا با کمک نزدیکانش از ورزشگاه بیرون شد. مارادونا با اعمال عجیب و غریبش مشهور است. او باره به طرف روزنامه‌نگاران از ملتق آتش کشید. بغیر از این او زمان از معتادی به کوکائین و مشروبات الکلی تبابت گرفته است. اما در هر صورت در ارژانتین مارادونا همچون نفر مهمترین دسته این کشور در جام جهانی سال 1986 که با پیروزی این کشور انجام یافت و دسته منتخب سال 1992 دانسته می شود که در آن ارژانتین جای دوم را اشغال نمود.